وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک هشدار ویژه از افزایش موردهای قلابی و تصرف پولهای شهروندان از کارت‌های دوشنبه سیتی بانک خبر داد و گفت افراد قلاب اساساً با راه فریب به باوری میزاجان این بانک در آمده رقم کارت و رمز مخفی آن را به دست آورده حسابشان را خالی و پسندازهایشان را تصرف میکنند. به این دلیل وزارت کارهای داخلی از ساکنان خواسته است که به خاطر نفتادن به دام فریب از دادن رقم کارت و رمز مخفی آن به شخصان ناشناس و تصادفی خودداری کنند. دوشنبه سیتی بانک جوانترین بانک در تاجیکستان به شمار رفته. تازه 9 یونی سال 2022 از بانک ملی تاجیکستان برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازتنامه به دست آورده و رسما همچنین بانک کامل حقوق اعتراف شد. دوشنبه سیتی سال 2007 تأسیس یافته در سالهای اول اساساً به انجام عملهای مالیوی چون پرداختهای اکسپرس و انتقال مبلغها مشغول بود. سال 2018 دوشنبه سیتی به تشکیلات خرد امانتگذاری و قرضی تبدیل داده شده. سال 2022 بانک کامل حقوق شد. خود دوشنبه سیتی در سامانش میگوید از لحاظ شماره دارندگان کارت‌های پرداخته در تاجیکستان جای دوم را اشغال میکند. ماه سال جاری یک زن از ناحیه تیمور ملک را برای شکستن بانک‌های دوشنبه سیتی دستگیر کردند. با او جریمه به مبلغ از 16000 تا 23660 سامانی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید میکرد، ولی ماموریت بانک اعلام کرد که از دعوایش میگذرد و از مقامات میخواهد که این زن را یگان جزا ندهند.